خالقی من، خدای من، ای شنوا دعای من. مردم امروز دو تا برادر از یک پدر و مادر 10 سال با هم قهرن. مادرشون مریض شد، آمد تا دم در، دید که پسر بزرگتر نشسته برگشت. وقتی هم میخواستن که مادرش بشورن غسل بدن، آمد نگاه کرد که اون یکی جلوتر ایستاده از بیرون. رهبر و رهنمای من، رهبر و رهنمای من، رحم کجاست؟ راهنما که گمراهم، به خاطر یک گروه، به خاطر نمیدونم 2 تا بچه با هم دعوا کرده، حالا اونا با هم صلح کردن، بزرگترها موندن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند رحم انسان روز قیامت میاد اینطوری معلق میشه به عرش خداوند. میگه خدایا کسی که منو قطع کرد و هر کسی منو بحث کرد تو در طلبی رضای تو. این دلی به صفای من، این دلی به صفای من. متکفم به کوی تو، روی دلم به سوی تو. گشته بجوز تو جوی تو، جامی جهان نمای من، جامی جهان نمای من. منتظری نگاهی تو، سوختگانی راهی تو. جملگی در پناهی تو، مقصد و منتهای من، مقصد و منتهای من. ربی منو شفیق من، مونس من، رفیق من، یار دلی حریق من، یار دلی حریق من. قیمت من، بهای من. به خودم از ندای تو، مضطرب از صدای تو. در طلبی لقای تو، هم من و هم سوای من. پادشاهی احد تویی، به زن و به ولد تویی. مقتدر و صمد تویی، مقتدر و صمد تویی. ساتر عیبهای من، خالق من، خدای